آیا واقعا همه چیز درباره چرنوبیل به طور کامل به اطلاع عمومی رسیده است؟ آیا رازهایی درباره آنچه در چرنوبیل اتفاق افتاده هنوز پنهان هستند؟ 25 آوریل 1986 دانشمندان نیروگاه اتمی چرنوبیل تصمیم گرفتند ببینند آیا توربین نیروگاه در هنگام قطع برق قادر به تولید برق کافی برای ادامه خواهد بود یا خیر. برای همین خنک کننده اضطراری هسته راکتور را خاموش کردند. این کار به اندازه‌ای جلو رفت که کنترل راکتور از دسترس خارج شد. مهندسان به سرعت دکمه خاموش اضطراری را زدند تا راکتور توسط میله‌های کنترل 400 کیلوگرمی خنک و خنثی شود. سر این میله‌ها از فلزی به نام بور و گرافیت است. گرافیت در دمای بالا نه تنها باعث خنکی نمی شود بلکه برعکس عمل می کند. دمای راکتور به 4500 درجه سانتیگراد رسید، یعنی دمایی به اندازه دمای نزدیک سطح خورشید. همه این موارد فعل و انفعالات داخل راکتور را افزایش داد. ساعت 1:23 بامداد، شهر پیریپیات، نیروگاه اتمی چرنوبیل. واکنش‌ها باعث رخ دادن انفجاری شد که 30 تن اورانیوم غنی شده و ذرات رادیواکتیوی به ارتفاع 1 کیلومتر به آسمان رفتند و پخش شدند. درب بتونی راکتور با وزنی معادل 1000 تن هم به آسمان پرتاب شد. در نبود در و ترکیب اکسیژن با گرافیت داغ، انفجار مهیب دوم شکل گرفت. بعدها از گفته‌های عجیب آتش‌نشانان حاضر در محل اینکه در هنگام خاموش کردن آتش انگار فردی تمام وقت به صورت آنها سوزن می‌زند و در دهان خود طعم آهن و فلز مانندی را احساس می‌کنند. از آن 30 آتش‌نشان حاضر در محل، 28 تن با سوختن پوست تا استخوان به عذاب‌آورترین حالت ممکن از دنیا رفتند. بعدها اتاق 126 بیمارستان پیریپیات به اتاق جهنم مشهور شد، زیرا که پر از لباس و کفش‌های آتش‌نشانان حاضر در محل بود. هنوز هم مقدار رادیواکتیویته در این اتاق چند صد برابر حد معمول است. مواد رادیواکتیوی آزاد شده حاصل از انفجار با ایجاد ابرهایی به خیلی از مناطق دورتر رفته و در آنجا با ایجاد باران باعث آلودگی کل آن مناطق شدند. خود باد نیز یکی از عاملین این انتشارها بود. شمال اوکراین و جنوب بلاروس جزو بدترین نقاط آلوده شده بودند. در اثر انفجار راکتور شماره 4 چرنوبیل، مواد رادیواکتیوی به اندازه ساخت 100 بمب اتم در هوا آزاد شده بود. در غروب 26 آوریل 1986 ذرات رادیواکتیو در سطح شهر 600,000 برابر حد معمول بود. دوستان و همراهان عزیز، در این قسمت ویدیو خواستم بهتون اطلاع بدم که لایک های شما باعث حمایت و دلگرمی ماست. در ساعت 2 بعد از ظهر 27 آوریل، زمانی که آتش هنوز خاموش نشده بود، 1000 اتوبوس مدرسه در بیرون شهر حضور پیدا کردند و به مردم شهر اعلام شد که ظرف 2 ساعت همه وسایل خود را جمع کنند و آماده تخلیه شوند. مقامات گفته بودند مردم بعد از 3 روز دوباره به خانه‌های خود باز خواهند گشت. اکنون ما می‌دانیم این شهر نزدیک به 40 سال است که به شهر ارواح تبدیل شده. مقامات شوروی که تا آن زمان سعی در مخفی کردن این ماجرا از همتایان غربی خود داشتند، در روز 29 آوریل وضعیت اضطراری در حد بین‌الملل اعلام کردند. اولین بیماران حاصل از مسمومیت رادیواکتیوی به تنها ترین بیمارستان موجود برای این بیماری در مسکو اعزام شدند. با انتشار این اخبار چند صد هزار نفر از شهرها و روستاهای اطراف پیریپیات تخلیه شدند. چرنوبیل به یک وضعیت بحرانی برای سر تا سر اروپا تبدیل شده بود و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی اعلام وضعیت قرمز کرد. حیوانات جهش یافته و تأثیرات امواج گاما به DNA
مواردی هستند که در ادامه ویدیو به آنها خواهیم پرداخت. آتش‌نشانان همچنان مشغول خاموش کردن آتش هستند. آب دیگر برای خاموش کردن جواب نمی‌دهد و از شن استفاده می‌کنند. آب‌های قبلی در زیر راکتور جمع شده و شن در بالای آن انباشته شده است. آتش همچنان زبانه می‌کشد. در این وضعیت کافی بود یک تکه گداخته رادیواکتیو به آب برخورد کند. انفجار هسته‌ای رخ می‌داد که 200 برابر از هیروشیمای ژاپن پرقدرت‌تر بود و می‌توانست تا کشور لیتوانی و چندین کشور اطراف را تحت تأثیر قرار دهد. حدود 500,000 نفر از فداییان شوروی، 600 خلبان هلیکوپتر و چند صد تن از آتش‌نشانان شوروی همه جمع شدند که چرنوبیل را نجات دهند. تعداد زیادی از این افراد تا سالها بعد زجر اثرات رادیواکتیو را تحمل کردند. چندین هزار نفر معدنچی مأمور شدند که دالانی را به سمت راکتور حفر کنند که آبهای زیرزمینی آلوده به ذرات سمی نشوند. اکثر این معدنچیان قبل از سن 40 سالگی از دنیا رفتند. عده‌ای مسئول کشتن و دفن کردن هر حیوان زنده اهلی و وحشی بودند تا به واسطه حیوانات مواد سمی پخش نشود. بسیاری از درختان اطراف قطع و دفن شدند و کلیه این اقدامات بزرگترین عملیات پاکسازی هسته‌ای تاریخ را رقم زد. اشعه گاما قادر به رد شدن از بدن انسان و تحت تأثیر قرار دادن دی به شکل جبران ناپذیر است. میلیون‌ها نفر تحت تأثیر این اشعه قرار گرفتند. حیوانات جهش یافته، تغییر چهره زامبی گونه عوامل درگیر در چرنوبیل، گوساله‌هایی که یکی از فک‌های بالا یا پایین خود را نداشتند، آهوانی 6 پا، گاوی که 2 پا هم از گردن آن آویزان شده بود، هزاران کودک معلول جسمی و حرکتی، همه از آسیب‌های بجامانده از چرنوبیل بودند. درختان جنگلی به مساحت 10 کیلومتر مربع که در اطراف نیروگاه بودند به دلیل جذب مواد رادیواکتیو خشک شده و به رنگ قرمز درآمدند و این جنگل بعدها به جنگل قرمز مشهور شد. چرنوبیل یکی از افتخارات مهندسی شوروی در شهر پریپیات و قادر به تولید برق 30 میلیون نفر انسان بود. به بزرگترین مایه آبروریزی امپراتوری شوروی تبدیل شد و 5 سال بعد از آن شوروی از هم پاشید. آیا واقعاً همه چیز درباره چرنوبیل به طور کامل به اطلاع عمومی رسیده است؟ آیا رازهایی درباره آنچه در چرنوبیل اتفاق افتاده هنوز پنهان هستند؟ شما برام بنویسید.